دیگه تقریبا اینجا برف. حاجی داره رانندگی میکنه با عینکش داره فیلم میگیره. من خوابم برد. وای میسازی آرش یه شاش اینجا میزدیم داغ دیگه والا خطش. حاجی معلم علوم باشه شیرمرد از این عینک ها هست که فیلم میگیرم. خوابیدم خواب دوران سربازی دیدم. یه آقای غلیچ بود ترک بود بچه میانه بود. من این همخرج بودیم انگار تو زندان بودیم انگار. آقا جای شما خالی زیر 5 داره -5. به این میگن درختای سوزنی سزک به اینا. حاجی جون جای همه خالی حاجی. واقعا که نوه رضاخان برازنده توی پسر قدیر بتاز کسکش دور توه حاجی جون. حاجی کره زمین رو بگردیم من و حاجی جون رو پیدا نمی کنیم. آقا جای همه تون خالی خیلی باحاله اینجا. میسم امیری کجایی که مال شمشک و دیزین و آویزون میشد یا این سیما حاجی چه جرأتی داشتی؟ اوه آقا اینجا حاجی من دارم میرم نمیدونم این کیه. دارم میرم یه دور دیگه اسکی کنم. حاجی رو نگاه کنید. آرش هی از اون سیجه سوار شو بیا بالا. حاجی نمیاد. من الان میخوام یه دور دیگه بزنم بعد میخوام برم اونجا. یه پیست اونجا داره بعد یه پیست هم داره علای درختا میاد با اون تلکابینه میره بالا. آره الان میخوام برم اونو بیام. اون تای تر رو میبینی بالا میخوام اونو شوز کنم. آره حاجی پیستش خیلی باحاله. بعد خوبش اینه که بعد ما چون از بچگی با خانواده کلا همش سوئیس و اینا اسکی بودیم دیگه. تمام شب عیدا ما اسکی بودیم با پدر. ولی خب پدر خانواده با تیوب لودر می اومدن. آره و اونور حالا ببین حالا الان میخوام برم تو این روستاش پشماتون میریزه انقدر قشنگه. امروز اسکی میکنیم فردا میرم اسموبیل تو کوموها با اون چیزه یخسواری دوباره یک شنبه میایم اینجا. دوتا باتوما رو یه دست بگیرم بعدی میرم اون بالا. واسه باتوم نرین بزنین. حاجی بریم. ها